سلام بچه، آموزش مخملی کردن با شوگر رو داریم. لاک مورد نظر رو پالت میزنیم، بعدش تاپ مات 60 ثانیه دستگاه میاریم بیرون. پودر کلیه رو به لاکی که میخوایم بزنیم اضافه میکنیم. حالا اینجا من پودر بیشتری زدم، یکم کار باهاش سخت میشه. 2 تا نقطه میکشیم که میخوایم باهاش قلب در بیاریم. البته پودر اضافه کردیم به خاطر اینکه برجستگیمون بیشتر بشه. شما میتونید اصلا پودر هم اضافه نکنید. بدون اینکه بذاریم دستگاه، پودر شوگر یا کلیه رو میریزیم روش 60 ثانیه دستگاه. بعدش هم تمیز میشه و طرح مورد نظرمون این شکلی میشه. حالا یه طرح دیگه داریم. پالت رو از قبل رنگی کردیم. اینجا پودر کمتری میزنم که حالا کارم برام راحت تر بشه. طرح مورد نظرمون رو میکشیم. یه حالت لباس بافتنی اینطوری هست. شما میتونید هر طرح که خواستین بکشین. اینجا با رنگی که همون پالت داره کشیدم. طرح قبلی با یه رنگ مخالف بود. کارمون رو ادامه میدیم بدون اینکه بذاریم دستگاه. پودر شوگر یا کلیه رو دوباره اضافه میکنیم بهش و بعدش هم که دستگاه رو دوباره تمیزش میکنیم. یاد نره این ویدیو واسه دوستات بفرستی.